السلام عليك يا أبا محمد أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله. سلام حضرت گندمگون، سلام حسن خدا دادی، سلام شعر مجسم در معلقات دل هادی. بهش روزنه‌ای دارد که رو به چشم تو وامانده، تو بهترین غزلی هستی که از بهش جدا مانده. سپیده ای متراکم در شبی سیاه تو هستی تو، جهان دو دیده تار است و در آن نگاه تو هستی تو. در این سکوت که دریا را به پای پلک تو میریزد، کدام حادثه میخوابد کدام حادثه میخیزد. لب تو مژده بارانی که از کرم متولد شد، تویی که بین هر انگشته تو صد قلم متولد شد. قلم به دست گرفتی و حروف سمت تو لغزیدن، که از دریچه تو ذرات نور خالق خورشیدن. هوای سبز تو در زندان، بهشت وا شده در مرداب، صدای گرم تو در مجلس، از آن شهر سراسر خواب. السلام عليك يا أبا محمد أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله. نمیرسم به تو ناچارم، رها کنم کلماتم را، به لهجه تو سخن گفتم که بشنوی صلواتم را. تو لشکر سکناتی که به عزم حیدری آغشته است، تو دست خط نقی هستی که جز به قاعده ننشسته است. اگر که سجده کنی عالم ملک به پای تو میریزد، و ابرهای همه عالم به سامرای تو میریزد.